تا حالا اسم آذرگان به گوشت خورده؟ میدونی اصلش از کجاست؟ بیا تا بهت بگم. سلام، سمر هستم. امروز میخوام درباره جشن آذرگان باهاتون صحبت کنم. یک جشن کهن ایرانی که به احترام آتش و روشنایی برگزار میشده. در تقویم ایران باستان هر روز از ماه نام به خصوص خودشو داشته، مثل مهر، آبان، آذر، سروش، بهرام و روزهای دیگه. روز 9 هر ماه آذر نام داشته. زمانی که این روز در ماه آذر قرار می گرفته و ماه و روز یکی می شده، جشن آذرگان رو برگزار می کردن. آذرگان در اصل یک جشن برای بزرگداشت آتش بوده، نمادی از روشنایی، پاکی، گرما و زندگی. برای مردم ایران باستان آتش نشانه ای از نور در دل تاریکی بوده، چیزی که هم راه روشن می‌کرده و هم زندگی ها رو گرم نگه می‌داشته. مردم در جشن آذرگان چی کار می‌کردن؟ در منابع تاریخی به این اشاره شده که در جشن آذرگان مردم به آتشکده ها می‌رفتن، آتش روشن می‌کردن و دور هم جمع می‌شدن و روزشون رو با شادی و پاکی آغاز می‌کردن. مردم خونه هاشون رو تمیز می‌کردن، لباس پاکیزه می‌پوشیدن و برای آرامش، سلامتی و زندگی بهتر دعا می‌کردن. امروزه شاید جشن آذرگان به صورت رسمی برگزار نشه، اما مفهومش هنوز زنده است. نور، پاکی، گرما و کنار هم بودن چیزیه که ما همیشه بهشون احتیاج داریم. ما میتونیم فرهنگ و تاریخمون رو زنده نگه داریم. این روز رو بهونه کنیم برای کنار هم بودن، یه مکالمه صمیمی داشته باشیم، یه دوره همی ساده بگیریم. در گذشته آتش در آتشکده ها روشن نگه داشته میشده، اما امروزه میتونیم به صورت نمادین با روشن کردن یک شمع یاد این جشن و مفهوم روشنایی و نور رو زنده نگه داریم. آذرگان برای من فقط یک جشن باستانی نیست، بلکه یک یادآوری از تمدن، فرهنگ و تاریخ ایرانه. امروز با الهام از این جشن میخوام برم یک گردنبند خوشگل واسهتون درست کنم. بریم درست کنیم. برای ساخت این گردنبند از این ابزارها استفاده میکنم. میخوام واسه یه پلاک گردنبند از سنگ سیترین استفاده کنم. و از مفتول استیل چشی میچینم. عدد دقیقش یعنی سانت دقیقش رو نمیدونم. چهارمیو مشترک می‌بافیم. این شکل رو به ما میده. دوباره همین روند میریم، یکی راست یکی هم چپ. وقتی این سنگا رو شمردیم اینجوری بگیرین 1 2 3. وقتی رسیدیم به سومین سنگی که بافتیم یه سنگ میندازیم راست، یه سنگ هم میندازیم چپ. اینو به ما میده و واسه محکم کردن کار باید از توی این سنگا دوباره رد کنیم که کارمون محکم بشه. باید فشار دستمون هم کنترل شده باشه که این مفتوله پاره نشه. اگه مفتوله پاره شه دوباره از اول باید ببافین. حالا من همه ور رو مثلثی بافتم، حالا میخوام این ور و اون ور رو به هم دیگه برسونم.
اونقدر اهمیتی نداره. حالا من میخوام یادتون بدم نباید بپوکه. خب بچه ها چون پوکی چون پوکید من دوباره درست کردم. اینو به من داد. میریم سراغ بقیه گردن بندمون، یعنی خود گردن بند. من از منجاق مشکی، قرمز، نارنجی و زرد استفاده میکنم. از سیم بوکسل واسه این که بخوام این منجاقا رو توی گردن بندم بندازم استفاده میکنم. یه دونه قفل توتی هم برمیدارم. اینم قفل توتیه، استیلم هست جنسش. سعی کنین واسه ساخت اکسسوری از بهترین متریال استفاده کنین که دوام بهتری داشته باشه اکسسوریتون. اینجا یه حلقه چه داره، من به این حلقه چه نیاز ندارم، واسه همین درش میارم. این سیم بوکسل رو کنار هم میذاریم این ور اون ورشو. بعد این قفل توتی رو از توی یه دونش رد میکنیم میاریم وسطش اینجا اینجوری. حالا من به ترتیب دلم میخواد واسه اینکه به رنگ آتیش نزدیکتر باشه کارم، میخوام از منجاق مشکی و قرمز و نارنجی و زرد استفاده کنم که یه حس گرما رو بهمون بده. این روند رو تا آخر میرم تا هر سایزی که بخوام گردن بندم طولش باشه. اینجوری میشه. من برم اینو درست کنم برمیگردم. خب این مهره ها رو ریختیم. میخوایم آخرش آموزش بدیم بهتون. بچه امیدوارم که درست کنیم، من ناراحت میشم. بچه شما نگاه کنین خیلی طول کشیده واسه این مهرها، چون نشستم با نظم و ترتیب یک جا نشونده. نمیدونم مشخصه یا نه، به این چیز کوچولو موچولو میگن استاپر که از توی دوتاش رد میکنم. این دوتا رو باید بچینیم. حالا واسه اینجا باید حلقچه و زنجیر اضافه کنم که بتونم تنظیمش کنم. از اونجایی که میدونم واسه خودم این گردن بنده و میدونم گردنم چه اندازه‌ای هست، نمیخوام خیلی زیاد الان وقت بذارم واسه این که ساعت 11 شب تقریبا و من دیگه خیلی خستمه. یا میتونم از این حلقه‌چه‌ای که خودش به هم چسبیده آماده استفاده کنم. واسه اینکه من بین این حلقه‌چه‌ها زنجیر میذارم به اندازه 1 سانت، بعد دوباره حلقه‌چه میزنم، دوباره زنجیر، حلقه‌چه، زنجیر. مثل این کار میشه. حالا این هر سایزی که بخواین رو گردن بندازین، مثلا نگاه کنین این الان وسطه،
حالا فکر کنین بزرگتر بخوام بندازم. باز میاد وسط، تکون میخوره توی این گردنبندی که ساختم. اسمشو میذارم آذرگان. حالا شما میتونین هر رنگی که دوست دارین درست کنین. مثلا من یکیشم نارنجی درست کردم واسه خودم. این حس کردم حس آتیشو بیشتر میرسونه. هم رنگی مختلف دیگه، هر رنگی دوست دارین میتونین بسازین. خب اسم این نمونه کارا رو میذارم آذرگان. نمادی از آتیش و گرما. تو خیلی دوستشون دارم. بعد نارنجی هم که از اول ویدیو گردنم بود، بعد یه دفعه میشگر رو درست کردم بود. خیلی خوشگل شد. خیلی دوستش دارم. یکی رو خودم پیشنهاد میدم این یکی رو درست کنه، خوشگل تر. بچه‌ها اگه این ویدیو رو دوست داشتین، خوشحال میشم نظراتون رو واسم بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین. همراه سمر بمونین. خداحافظ. اسم این چی بود؟ استاپر. نمیدونم مشخصه یا نه. مرسی تا آخر ویدیو همراه من بودین. همراه سمر بمونین. فعلا خداحافظ. چی بگم؟ فعلا خداحافظ. خداحافظ. درست بگو. خب اصلا چی گفتم کلا؟ فقط خداحافظ. نه میخوام از اول بگم. 2 تا گره که زدم واسه امنیت بیشتر که نپوکه. خب دفتره ولی اصلا هیچ مخم نمیم بکشه. دیگه آخرشو بگم باش تمامه. صدای کوکی این اشتباهه نه؟ میگم اون قسمتش که گفتم فلان از نه. خب اینجا که پوکی دادم که یکی دیگه درست کن دوباره. آره یکی دیگه درست کن. به این مرحله که رسیدم نمیدیم استوب کن. یک جشنه حس میکنم هشتم. یک جشن گوشت پر میشه دیگه. راست میگه اوکی. یک جشن اینو باید تنظیم کنم. باید تکون نخوره. با من حرف بزنیم تا ببینیم چی بگیم.